قفل رو میخوام بندازم روی این LCD. به نظرتون این LCD میشکنه؟ اینجا دو تا گلس داریم، یه گلس سرامیکی، یه گلس آنتی استاتیک سوپر دی. من اول این گلس رو میچسبونم روی این LCD، این قفل رو میندازم روش، ببینم این LCD میشکنه یا نه. خب میبینیم که گلس شکسته ولی LCD مون کاملا سالمه. خب اینم از گلس سرامیکی نشکنمون. میریم برای تستش. گلس هیچیش نشده، کاملا سالمه، ولی LCD مون فوت شده. خب حالا خودتون انتخاب کنید، گلس نشکن یا گلس بشکن. گلس نشکنی که LCD میشکنه و گلس بشکنی که خودش میشکنه و LCD نمیشکنه.